همگی چند روز پیش من وقتی که در دارونی مارکشگاه بودم از چی شنیدم؟ از رادیو آزادی شنیدم که ولادیمیر پوتین به نزدیکی به دوشنبه تشریف می‌آورد. وقتی که در همون مارکشگاه بودم اکثریت از چهرهشون یک خرسندی نمودار شد، برای اونکه همگان از ولادیمیر پوتین فقط برای آمدنش در تاجیکستان با یک پیامدی از همه مهمترین که این مهاجرت است امیدوار هستند. یعنی برای چی؟ برای اینکه زیاده از 1 میلیون تاجیک اینک در بسیار از شهرهای روسیه هستند مهاجر هستند. البته برای مردم تاجیک پیش از همه انتظاری هر یکی ما یعنی خوب گردیدن شرایط زندگی مهاجران، مثلا شاید برداشتن بعضی از پتن و بعضی از قانون‌هایی که نسبت به مهاجران بسیار از آن مثلا شکایت میکنن، شاید همین گونه باشد. Мы очень рады предстоящему событию в Таджикистане, что к нам приедет президент России Владимир Владимирович Путин. И чтобы нам хотелось от лица жителей Таджикистана, чтобы еще раз заключили мир во всем мире между нами, между таджиками и Россией, и чтобы, наверное, убрали паспорта именно такого характера, как загранпаспорта, чтобы как раньше при Союзе мы спокойно могли передвигаться. البته سازمان‌های همگرایی که ما با روسیه در یک چند سازمان‌های همگرایی شریک هستیم البته برای ما فایده دارند، لیکن وارد شدن به این سازمان اتحاد گمرکی البته هم یعنی به گفته خودشون هم پلوس هم مینوس دارد. برای همین باید که ما برای وارد شدن به این سازمان همگرایی باید که گفتی برادرها عجله نشویم، یک بار همه طرفا آموختن و لازم است، چون که در وقت اخیر حاضر مخصوصا تجربه من برادرای قرغیزی ما اینا که 1 سال گذشتن باید که اونا را نقض آموختن در کار. دوم این که ما باید که تمام مثال و یا قراردادهایی که داریم مخصوصا درباره انداز، درباره گمرک، درباره چیزی که ما داریم همینا رو باید که مطابق کنیم. با یک برای اینا وارد کردن نمیشه، چون که بسیار آدم‌ها اینا نمیفهمن که یک کاری ضرور است که این همه طرفا پیش از همه آموزیم. مسئله که حاضر آماده هستن برای گفت و شنید در روی میز هر دو راهبر دولت‌ها گذاشته شدن. فکر میکنم که مخصوصا این مسئله برای که ما آمادگی پررا نداریم، این باید که همچون مسئله رسمی باید که نباشد. این نظر من است، ممکن که باشد نباشد، لیکن این مسئله گرد اطراف این مسئله البته حرف زده می شود یا محاکمه کرده می شود و گفت و شنید می شود. پیش از همه همین خود دیپورتی که در اینجا وای می شود باعث آزرده خاطری بسیاری از مردم تاجیک گردیده است و خوب میشد اگر همین برداشته میشد در آینده و همین دیگر همون مبلغ‌هایی که از جانبی در اونجا به حیث برای گمرکی میسپردن همین اگر پستر میشد فکر میکنم بازم نقص‌تر میشد. البته که وقتی که ویا از اینجا با مبلغ قرض به دیگر روسیه سفر خدمتی میروند حتما که ویا باید که همون قرض خودشون تا اندازه پوشانده باشن و باعث پیشروی زندگیشون گردد. ولی در آینده چون میروند و از اونجا بازم دیپورت میزنن، مثلا که دیپورت میگیرند و باعث گشت آمدن آنها میشود، اینا بالایی باز گویا که با جایی که آنها پیشروی سطح زندگی خود باشن برعکس باز هم پس‌روی سطح زندگی همون ایشان میگردد. و فکر میکنم اگر آینده همین چیزا کمی هم برداشته میشد مبلغ که از جانب دیپورت و دیگر بود شاید که سطح زندگی مردم باز پیشرفته تر میشد.